جندب ابن جناده روایت میکند از عبدالرحمن معاذ ابن جبل رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اتق الله حیث ما کنت، هر کجا که باشی از خدا بترس. در خانتی از خدا بترس، در بازاری از خدا بترس، در مسجدی از خدا بترس، در سفری از خدا بترس، در حضری از خدا بترس، در همه امور از خداوند بترس. یعنی چی؟ از خداوند این را بترس که الله سبحانه و تعالی مرا نظارت کرده است، مرا دیده است، اگر کاری بد بکنم الله جزای بد میدهد، اگر کاری نیک بکنم الله سبحانه و تعالی جزای نیک میدهد. در بدل نیکی نیکی هست. رسول معظم فرمودند واتبع السیئات الحسنه تمحوها. اگر رفت فرزن اگر گناه کردی گناهت را تیز به نیکی از بین ببر، زیرا اینکه نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. و خالق الناس بخلق الحسن، تو به مردم با یک اخلاق نکویی قطعی معامله بکن. با مردم دغلانه صحبت نکن، با مردم دغلانه نظر نکن، با مردم متکبرانه نظر نکن، بلکه با یک شکستگی، با یک تواضع، با یک برادری با اون قطعی تو معامله بکن، با اخلاق نیک قطعی. اکثر جنتیان داخل جنت میشوند به سبب اخلاقشون، به سبب اخلاق، به سبب کردار خوبشون، به سبب معامله خوبشون، به سبب گفتار خوبشون انسان به درجه جنتی میرسد که به اون درجه عالی هر کس هم نرسیده است. اخلاق نکو. زیرا اینکه دین من و شما اسلام سر تا پا اخلاق است. دین سر تا پا اخلاق است. دین اسلام از بدی ها بدش می آید. دین اسلام مسلمانان را تعلیم می دهد که اخلاقت چونین نیک باشد، گفتارت هم نیک باشد، کردارت هم نیک باشد. حتی در راه که می روی اخلاق مسلمانی خودت را، نشانه اسلام خودت را نمایش بده. چه خیلی نمایش بده؟ در راه که رفتی نظرت را پایان کرده راه بره. هر یک در خانه را نگاه کردن نره. به ناموس کس نظر نکن. یک قانون بگم تا چی مقداری که نظر نکردی همون مقدار بیشتر نظر نمیکنن بر ناموست. باور کن این قاعده هسته که چی مقداری که نظر کردی قطعی نظر او کی باشد همون مقدار نظر میکنن. تو بگو که نظرش نمیکنن، نه نظرش میکنن. همین تا با فرصت ها می آید که با دست خودت میگیری بیرونش میبرانی به نمایش مردم. برای خاطر الله سبحانه و تعالی اسلام را سر تا پا اخلاق نیک بیان کرده است. سر تا پا اخلاق نیک. و انسان را فرمودن که ای انسان و هو معکم اینما کنتم. الله سبحانه و تعالی در سوره حدید میفرماید و هو معکم اینما کنتم. خدا با همراه شما هست هر کجایی که شما باشید. یعنی چی؟ یعنی این که در هر کجایی که باشی خدا تو را میبیند. وقتی که انسان اگر در ایمانش این سه تا صفت را در خودش جا بکن، دروغ نمیگو، غیبت نمیکنی، حسد نمیورزی، دزدی نمیکنی، زیناکاری نمیکنی، اخلاقت را اخلاق بدی نمیکنی، اخلاقت را درست میکنی. برای چی؟ برای که میگو که خدا مرا دیده است. قبل از این که خیانت بکنم خدا مرا میبیند. خداوند حرکات چشمان مرا میبیند. خداوند حرکات دل مرا میبیند. خداوند از حرکات دل من با خبر است. وقتی که انسان چنین صفت را در خودش جا کرد، اون گناه نمیکند، اون خیانت نمیکند،
اون بدی نمیکند، اون اخلاقش رو اخلاق بدی نمیکند. برای چی؟ میگه که خدا دیده شده است، چرا ما این کارا بکنم؟ خدا شنیده شده است. یک انسان را غیبت میکنی، اون نشنوید، اون نشنوید، اما الله شنیده شده است جل جلاله. الله میشنود، الله میبیند. برای این خاطر خداوند فرمودن و هو معکم اینما کنتم، هر کجایی که شما باشید خدا با همراه شما هستند، شما را میبیند. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. انا گپی ما برآمد. الله سبحانه و تعالی خیانت چشم ها را هم میبیند. در یک جا یک کس با چشمت اشاره کردی، انا همین خیانت چشم است. فهمیدی؟ با چشم اشاره میکنه. میکنیم کو؟ نمیکنیم، میکنیم. خائنة اعین و ما تخفی الصدور. الله سبحانه و تعالی از خیانت های چشم با خبر است. تو با او کسی که اشاره میکنی او سرش پایان است، تو خیال میکنی که او نمیبیند، بلکه الله اون میبیند کو. و یعلم ما تخفی الصدور، اون چیزی که در درون سینه ها پوشیده هست الله از اون با خبر است. الله او را میداند. در سوره تبارک الله سبحانه و تعالی میفرماید و هو علیم بذات الصدور. الله سبحانه و تعالی از درون سینه های شما با خبر است که در درون سینه های شما چی گپ ها رفته شده است، چی حرکت ها رفته شده است. الله از این با خبر است، با خبر است. برای خاطر انسان این سه صفت را در خودش جایگیر کند، او هرگز گفته معصیت کاری نمیکند. و هر شب که میشود در جایگاه خوابت بدرو، همین را مراقبت بکن که امروز من چی فایده رسوندم، امروز من برای پدر و مادرم چی فایده رسوندم، امروز من برای جان خودم، برای دانش خودم، برای اخلاق خودم، برای رفتار خودم من چقدر فایده آوردم. مراقب، همیشه مراقب باش هر شب که امروز من چی فایده رسوندم برای خودم و برای مردم و برای جامعه. اگر برای خودت فایده نرسوندی، برای مردم فایده رسونده نتونستی، برای وطنت اگر فایده نرسوندی، پس بدان که تو به هیچ درد نمیخوری، از دست تو فایده نمیبرآمده است. انسان کوشش میکند، حد اقل کوشش میکند که یک موی سفید کلانسال را کلوش پاش در پیش پاش بموند. همین هم فایده هست، همین هم اجر دارد، همین هم از اجر خالی نیست. مراقب بکن که امروز من چقدر دانش آموختم، امروز مکتب رفتم، در مکتب من از معلم ها چی چیزها را یاد گرفتم. معلم برای من ترغیب داد، برای من تشویق داد، برای من علم را انتقال کرد. آیا من گفته های معلم را بجای آوردم یا نیاوردم؟ این را مراقب باش. وقتی که این را مراقب که شدی که خداوند نظارت کرده شده است، خداوند میبیند، خداوند میشنود، هرگز انسان دست به گناه و معصیت نمیزند. الله سبحانه و تعالی اخلاق من و شما را اخلاق نیکی بگرداند. الله سبحانه و تعالی جامعه من و شما را جامعه فایده آور برساند. الله سبحانه و تعالی من و شما را برای راست هدایت نماید.